درود بر شما، وقتتون بخیر. درایو تکو E310 طریقه گفتنی فرمان درایو از چه طریقی باشه؟ فرمان گفتنی روشن و خاموش شدن. الان این درایو گفتنی از طریق کیپد روشن میشه و خاموش میشه، روشن و خاموش. حالا اگه بخوایم این فرمان رو بیاریم روی کارت آیو، یعنی از طریق کارت آیو خاموش روشن میشه. عرضم به خدمت شما که ابتدا میایم داخل منو پارامتر 2003 پارامتر 2003 اینتر میکنیم. اگر روی 0 باشه از طریق کیپد خاموش روشن میشه، اگر روی 1 باشه از طریق کارت آی او خاموش روشن میشه. کارت آی او هم به این صورته: کام مشترک S1 چپگرد، S2 راستگرد. الان هم گفتنی روی کارت آی او چپگرد، راستگرد، فرمان از طریق کارت آی او، کام مشترک S1 و S2. فقط نکته‌ای که گفتنی باید توجه کنین، موقعی که فرمان میاد روی کارت آیو از روی کیپد استوب میشود، استوب فقط میشود، استارت نمیشه. یعنی برای استارت مجدد دوباره باید از طریق کارت آیو استارت انجام میشه. در امان خدا موفق باشید.